که شما عزیزان دیدید در واقع یک مقدار مختصر من اشاره کردم بهش. کلاً وقتی که ما به دلیل اون مولکول خود آب از نظر کانفیگوریشن یا مدل شیمیایی که زاویه‌ای که اون در واقع اتم اکسیژن و 2 اتم هیدروژن میگیره، اون مولکول از حالت 4 بچی بیرون میاد و زاویه 102 به 8 دقیقه میشه و به دلیل فشار بر روی این زاویه که زوج الکترون غیر پیوندی اکسیژن هستش، عزیزان میدونن، توی کسی که در واقع شیمی خونده این رو خیلی راحت میدونه. از طرف دیگه پیوند هیدروژنی میده، همین زوج الکترون غیر پیوندی و هیدروژنایی که به این هستن از اون طرف که به خاطر زوج الکترون آزاد غیر پیوندی که اکسیژن داره، اینا همه باعث میشه که آب، مولکول های مختلف آب، یعنی در واقع اتم های مختلف آب بیان با همدیگه تجمع بکنن و معمولاً 30 40 50 بعض وقتا 60 اتم اینا با همدیگه تجمع میکنن و به صورت یک خوشه یا خوشه انگور یا کلاستر رو به وجود میارن. و همین خاطر عبور این آب از غشای سیتوپلاسمی سلول، از غشاهای مختلف سلول های ما و در جریان طول مسیر میکروسکوپی که آب حرکت میکنه در داخل سلول های ارگان های مختلف ما متاسفانه با اشکال مواجه میشه و به همین خاطر اون مواد تاکسینی که در داخل سلول های ما هست نمیتونه خیلی راحت بیرون بیاد، منتظر میمونه، زمان میبره و هر چقدر که این تاکسیسیتی در داخل سلول بیشتر بمونه صدمه‌اش رو بیشتر میزنه. گفتم خدمتتون فیلم های بسیار زیادی رو من تهیه کردم در این ارتباط، در ارتباط با اینکه آنتی اکسیدان زمانی که شما استفاده میکنی، مواد اکسیدانی که داخل سلول هستن چگونه باعث مرگ سلول میشن، چگونه باعث میشن که سلول از نظر ژنتیکی دچار میوتیشن یا موتاسیون یا جهش میشه. اینها تمام رو دونه دونه در اختیار شما عزیزان برنامه‌های مختلفی که واسهتون تدارک دیدم عرض خواهم کرد. وقتی که بی محابا از آب معمول استفاده میکنیم، حالا دیگه نهایتش همین آب شهر و شیر آبی هستش که ما نیاز داریم و استفاده میکنیم. میبینید حالا یک نکته دیگه ای که قبل از اینکه جناب آقای مهندس کارشون رو ادامه بدن خواهید دید که واقعا مقدار کلوری که در داخل آب هست، چگونه ما حتی مواد مصرفی خودمون رو که اصطلاحاً میگیم ارگانیک میخریم یا اینکه در صورت تازه و اینها هست، با شستنش زیر آب معمولی شیر اینها رو هم متاسفانه آلوده میکنیم و به اندازه‌ای به بدن خودمون سم و تاکسین میرسونیم، نه تنها سموم از بدن خودمون دفع نمی‌کنیم که بهش اضافه هم می‌کنیم. من الان میخوام قسمت آخر آزمایشمو، اگر همکاران لطف کنن دوربینو بیارن روی در واقع پایین به من هلپی بدن. اوکی. من یه بسته گوجه معمولی از مارکت همینجا تهیه کردم. یه مقدارشو میریزم اینجا به صورت رندوملی، نصف اینجا، نصف اینجا. من اینجا آبی دارم به نام Strong Kangen Water، کانگن وادر قوی. میخوام برای شستشوی این گوجه اینجا از این آب استفاده بکنم. میریزم اینجا. در واقع ما این گوجه رو گرفتیم میاریم خونه، چه کار میکنیم؟ با آب میشوریم دیگه، با آب شهری. اینجا با آب شهری من میشورم. در واقع این آب شهری در این لیوان گوجه و آب Strong Kangen Water، کانگن وادر قوی در این گوجه. این دوتا رو برای دقیقه با حال خود بذاریم. راجع به آب و روغن ما چی شنیدیم؟ آب و روغن با هم حل نمیشه. چند قطره تو این و چند قطره اینجا. من اینجا
آب شهری می‌ریزم در این لیوان. همینطور که حدس می‌زدید این در واقع روغن اومد روی سطح آب قرار گرفت، حل نشد. حالا از استرانگ کانگم وادر اینجا استفاده می‌کنیم. ببینیم این چه کار می‌کنه. تنها آبی در دنیا که قابلیت اینو داره حتی روغن رو واش آوت بکنه، بشوره روغن رو، و به صورت حیرت انگیزی میبینید اینجا در این لیوان همون روغنی بود که در این لیوان بود ولی اینجا شسته شد. بازم تکرار میکنم از لحاظ حرارتی هر دوی این آبها سرد هست، در حد تمپرچر روم هست. میبینید که به راحتی تونست اینو بشوره. خب حالا برمیگردیم سر این برنامه گوجمون، ببینیم که به کجا رسیدیم. این گوجه‌ایه که در واقع من با آب شهری دارم میشورمش. با آب شهری دارم میشورمش. این آب نتیجه شستن در واقع این گوجه. حالا اینجا استرانگ کانگم وادر که داریم این گوجه ها رو میشوریم، ببینیم چه نتیجه به ما میده. خب حتما براتون جالب خواهد بود که بدونید این زردی چی هست. زردی که اینجا در این گوجه اومده و اینجا میبینید متاسفانه هیچ زردی نیست. این زردی چی هست؟ تمام کشاورزای دنیا در هر جای دنیا که باشن در واقع وقتی که میخوان، مرسی از تصویر، بله میبینید یکی کاملا زرد و یکی بدون رنگ هست. اگه تصویر رو من داشته باشید ممنونتون میشم به توضیح بدم. تمام کشاورزای دنیا در هر جای دنیا که باشن هیچ فرقی نمیکنه، وقتی که میخوان سمپاشی کنن محصولاتشونو، سمشونو با روغن قاطی میکنن و بعد اسپری میکنن در واقع برای گوجه، خیار، سیب، محصولاتشون. ما این محصول رو میخریم میاریم خونه. چرا اول این کارو میکنن؟ به این علت که یکی از روش هایی هستش که اینا میتونن در واقع این سم رو پوست این میوهشون نگه دارن. با اولین بارندگی، با اولین باران، با اولین آبیاری این سم شسته نشه بیاد پایین. این سم رو پوست گوجه و میوه همینطور میمونه و پروتکت میکنه در واقع محصولشون. ما این محصول رو میخریم میاریم خونه، میشوریمش، خودمون و عزیزانمون میخوریم. چی میخوریم؟ گوجه، سم و روغن. چرا؟ برای اینکه این آب قابلیت اینه نداشت که بتونه اون روغن رو بشوره. روغنش هم گارانتی بهتون میکنم اکسترا ورجین آلیو اویل نخواهد بود که براتون زده باشن. ولی در اینجا میبینید که در واقع این گوجه رو که ما با استرانگ کانگم وادر شستیم، این به راحتی تونست این سم و در واقع این روغن رو بشوره بیاره پایین و اینجا فقط تومیتو داریم. تمام چیزایی که عزیزان براتون اینجا خیلی کوتاه، این خیلی بزرگتر و خیلی در واقع کاملتر هست به خاطر محدودیت زمانی. به صورت اینجا یا محدودیت مکانی همه رو نتونستیم بهتون نشون بدیم، ولی میتونم بهتون اینو بگم تمام اینایی که بهتون نشون دادم بسیار کوچولو کوچولو هستن، ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرن، وقتی نه برای یک بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بلکه میلیون ها بار در زندگی ما اتفاق میفته، اینجاست که این پرابلم رو خواهید دید. ژاپنیا اینو در واقع عرضه کردن و تنها کمپانی هستش که در واقع این تکنولوژیش به عنوان مدیکال دیوایس اپرووال داره از ژاپن. متاسفانه میدونید کنار هر چیز خوبی یه به قول معروف فیکش هم میاد، اینو مراقب باشید. حتما با مطب دکتر حریری با ایج کیر سنتر هماهنگ بکنید قبل از اینکه بخواید حرکتی رو انجام بدید و حتما خود بندم در ونکوور میتونید با من در تماس باشید. خوشحال خواهم شد کمکتون بکنم. شماره تلفن من تو ونکوور 604-725-0799 604 725 0799 و در تورنتو هم که ایج کیر سنتر. حتما با دکتر هماهنگ بکنید و من خوشحال خواهم بود که در خدمتتون باشم. باز اطلاعات بیشتری هم خواستید حتما دکتر در اختیارتون خواهد گذاشت. متشکرم از خبر خوب، مژده نوید خوب، داشتن سلامتی و حفظ اون سلامتی
پریونت یا در واقع اجتناب از مریضی، اینها کاری هستش که به هر صورت ما هدفمون هست در این برنامه و اطلاع رسانی هست. به اینجا بسنده نمی کنیم. از دانشگاه تورنتو تقاضا میکنم که سمینار بذارن، از دانشگاه رایرسون ابتداء احتمالاً ما از رایرسون شروع خواهیم کرد و مجامع علمی همگان رو در اختیار، یعنی این آب رو در اختیار همه این مجامع میذاریم، بیمارستان‌های مختلف، و این امید رو داریم که یک روزی به هر حال با این برنامه‌ای که ما ارائه دادیم و شروع کردیم بیشتر مردم بهره‌مند بشن از این محبت و بتونن استفاده بکنن از این آب. الان در اشکر سنتر ما در 11 نیوتن درایو تقاطع یانگ و استیلز ما این دستگاه رو داریم و ازش این قول به شما میدم که تک تک سوالای شما عزیزان رو جواب بدم. جناب آقای مهندس تشریف میارن بازم اینجا، نگران نباشید. بازم دموهای خیلی قشنگتر و زیباتری رو خواهیم داشت و به هر صورت از شما عزیزان که لطف کردید مثل همیشه با ایمیل های خودتون، تلفن های مختلفی که خارج از برنامه به من میکنید قدردان هستم، سپاسگزار هستم. سعی میکنیم که برنامه رو هر بار غنی‌تر از دفعه قبل ارائه بدیم با دعوت از عزیزانی مثل جناب آقای مهندس نورپور یا پزشکان حاذق و زحمتکشی که در شهرمون مشغول حرفه مقدس طبابت هستند. به هر صورت از هر گوشه سخنی در ارتباط با سلامتی شما و ارتقاء سطح آگاهی شما در ارتباط بدن خودتون و فانکشن و عملکرد تک تک ارگان‌های بدنتون و ما خرسند هستیم از اینکه در این ارتباط گامی برداشتیم و روز به روز هم سعی می‌کنیم این رو خیلی بهتر و غنی‌ترش بکنیم. به اتفاق عزیزان در اتاق فرمان و آقای جناب آقای مهندس امیر نیرپور که از راهی بسیار طولانی، البته ونکوور تا اینجا نمیدونم چند ساعت فاصله است، 5 ساعت با پرواز فاصله فلای بکنیم، ولی به هر صورت ما حتما باز هم از ایشون دعوت خواهیم کرد در سفرهای بعدی که در تورنتو تشریف میارن ما در خدمتشون خواهیم بود و تا هفته آینده خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، روز روزگار خوش و خدا نگهدار. البته من ببخشید اینو میگم پخش زنده است، ولی بدونید که ما خیلی آنست اومدیم با شما در میون بذاریم اینو و من با یه نکته‌ای که دکتر فرمودن خیلی موافق نیستم، اینه که گفتن خیلی گرونه. وقتی راجع به هلس و سلامتی صحبت میکنیم، اگر کسی تونست یه قیمت روی هلس و سلامتی خودش بذاره من اون موقع قبول میکنم هر حرف. و در واقع البته خوشبختانه این کمپانی بسیار کمپانی ریلایبلی هست و دستگاهی هم که تولید کرده به خاطر که به هر صورت انسان‌ها با فایننس های مختلف هستن، با سیچویشن ها، موقعیت های اجتماعی و مالی مختلف، از $1300 شروع میشه میره تا $4000 که البته پلاس تکس هست. کسانی که از طریق اشکر سنتر تهیه میکنن شیپینگشون در واقع و اینستالیشنشون فری خواهد بود، آدروایز چیزی دور و بر $300-400 خوده داره، یعنی در واقع از آن در یک مینتیننس مختصری هم. بله. حالا اینها رو من تک تک رو در جلسات آینده، چون وقت برنامه تمام شده ما نمیتونیم دیگه بیشتر از این در خدمت شما عزیزان باشیم. انشالله در هفته آینده دنباله این برنامه رو به صورت جزئیاتش رو، البته با دیگه فقدان آقای امیرخان ما خودمون تا اون حدی که بتونیم کمال الجوده بذل الموجود آنچه که هست در طبق اخلاص خواهیم گذاشت و به اطلاع شما عزیزان خواهیم رسوند. تا برنامه آینده هفته آینده ساعت 7 به وقت تورنتو، خدا یار و نگهدار شما. خدا نگهدار.